حاضرین گرامی، امروز تنتنه‌های نوروزی در تمام گوشه و کنار جمهوری ادامه دارد و در همه شهر نویا همه روزه چوروینی گوشتین ملی با شکوه شامت خورسه تجلیل کرده می شود و این است که گوشتین ملی یکی از نمودهایی است که امروز در تمام مناطق کشور معلوم و مشهور شده ایستاده است و ما از مقصد از برگزاری این مسابقه ها پیش از همه دریافتی چهره های نو اوید به گوشتین ملی می باشد. آفرین 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 وقت نگه وقت رفته است. با کمربند کبود حسن الدین پهلوان از دهه غافل‌آباد جماعت دیهاتی به نام نشون نظر، امیر جان از دهه غش با کمربند کبود. بین هر دو پهلوانو یک کرته استحصال ترکی و با پایافزال. سطور با شیرالی میخواهد آزمایی کند. مرحمت بیاین به میدان بیاین. مرحمت پهلوانو میدان از دلیر است. میدان شما را انتظار است. بهترین پهلوان، بهترین توفه ها حتی در چوروینی امروزه جایزه معین کرده شده است و بهترین پهلوانانی که امروز در این میدانداری میکنند. آفرین آفرین. تولی پهلوان از دهه غش با کمربند کبود. نبی الله پهلوان از دهه چلدختران. بین هر دو پهلوان ها یک کرته ترکی به یک پای افضل باز ایلوه کرده می شود. آفرین آفرین آفرین. توفه شا بیاری.
پالوی من یوسفجان پهلوان مرحمت. کسی قدشی بگیره مرحمت. 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 پهلوانای از وزن 60 بالا مرحمت بیاین میدانداری کنین. مرحمت. давлатбек паҳлавон бо камарбанди кабуд аз деҳаи чиндухтарон, набиҷон паҳлавон бо камарбанди сафед аз деҳаи момирак ҷамоат деҳоти балхобӣ. байни ҳарду паҳлавонон як комплекси истеҳсоли хориҷӣ кори калон. марҳамат. عبدالحمید الان پهلوانو را طرف دواری کنه. بشه Amiwan, razı. Amiwan, sevgi, bak, güzel. Hayır. Ne? Uyuşalım. Şimdi duvar meyke başlıyor. یک کمپلیک اعلام کرده بودیم، یک کرتای استحصال ترکی اضافه کرده شد.
دستی آخرین یعنی پالوان با کمربندی کبود ابوبکر از دهه فروزوه عبدالرؤوف پهلوان با کمربندی سیاه از دهه خرزمانی بین هر دو پهلوانو یک کمپلکت کاری کلان و یک عدد کرته استحصال ترکی Akay sayın emir olarak maydun doğru ki Baynal den pahavunu pancıl somoni Maramat Aferin Bak Güzel Aferin یک توفه یک کمپلک یک عدد کرتای با کمربند کبود دهه غش سلیم پهلوان با کمربند کبود از دهه توتقاول بین هر دو پهلوانو یک کمپلکت نوار کاری کلون آفرین پهلوان عارفچه علول زد نیوای رقمی 42-47 خوش میکنیم که از نازیرو برکنیم برای میمون اومده است خوش میکنیم نیوای سفید رقمی 42-47 وزیر عبدالحمید آفرین نوروز پهلوان با کمربند کبود از دهه غش علی جان با کمربند سرخ از لیجکی بولو بین هر دو پهلوانو یک درز ملکنکی کاری کلون دمی پهلوی من دو تا پهلوان از شهر دوشنبه اومدگیان مرحمت کس قچون میگیرد مرحمت ما تیاریم ای طرف بولو برید که ای طرف بولو خیلی میشونه بسید امیردین پهلوان با کمربند کبود از دهه جوزوداره
Сайфулло паҳлавон бо камарбанди сафед аз деҳаи Саркорон. байни ҳарду паҳлавоно як комплекти кори калон. پهلوان حریف خود را حلول زد. مرحمت اون استاد شکر ابراهیم، مرحمت آفرین. امیرجان پهلوان از دهه غش، شودی پهلوان از دهه سرکوران. بین هر دو پهلوان‌ها یک عدد ادیالی استحصالی اختوی. در پالوی من محمد جان پهلوان میدانداری میکند. امروز نه فقط در نویه بلکه در جمهوری معلوم شده است. کسی خواهش خاموشی را رعایت کنید، خواهش میکنیم. نوبت همان میرسه بچه، نوبت همان میرسه. در میدان در میدان فیروز پهلوان از ناحیه بالجوان، جورابک پهلوان با کمربند کبود از ناحیه میر سعید علی حمدانی. بین هر دو پهلوان‌ها یک عدد قالین کاری کلان. مرحمت. مرحمت میدان داری کنی. جمعخان پهلوان از ناحیه دوستی در پهلوی من است. کسی که در وزن خودش خواهش گوشتین گرفتن دارد مرحمت. من تیار میگه. مرحمت جمعخان پهلوان، خوش آمدین به ناحیه اونو بود. بازار که دیگه پهلوان ہے. خواهش یک دقیقه اکای و من شریف یک دقیقه بیستیم همین طرف خالی کنیم. آفرین آفرین. به ما خوش آمدید به ناحیه امروز. مرحمت میدان داری کنید. میدان از دلیر است. مرحمت. از دهه مومندیان و محمد جان پهلوان از دهه غش. بین هر دو پهلوان‌ها یک عدد کمپلکت کاری کلان باز الوار کرده می شود.
در داخل میدان پهلوان از ناحیه دوستی نشسته است. مرحمت. کسی که قدیش میگیرد مرحمت. یوسف پهلوان در پهلوی من انتظار است. رقیب خدا انتظار است. یوسف مرحمت. بالای انامو کامپلکس گفتیم با سولم این پهلوانو یک عدد پیچکای خوراکپزی لوا کرده شد. بالای انامی سولم ده مرحمت. مرحمت پهلوانو. آفرین. بسیار بسیار حلوکی اسکندری. آفرین آفرین. یوسف از دقیقش بین هر پهلوانو یک عدد کامپلکسی کاری کلان. اوکی سامان چیز ماله با کمربندی سفید خلامت پهلوان از ناحیه شمس‌الدین شاهین. دلشاد پهلوان از دهه کوچشمه ناحیه امن‌آباد. بین هر دو پهلوانو یک کامپلکس کاری کلان. حاضرین گرامی، دوستداران و هواداران گوشتین ملی، امروز فرصت ما رسیده است که گوشتین ملی در تمام مناطق جمهوری عزیزمان رشد یافته ایستاده است. بخصوص در زمینه سیاست ورزشپرورانه پیشوای ملت امروز ساحه ورزش در جمهوری تو رفت جهت آباد و زیبا گردانیدن انامین دیار بنیاد انشاءات‌های ورزشی با مرام ادامه دارد. این است که امروز چهره‌های نو از حساب نورسان و کودکان و جوانان در مسابقه‌های سطح ولایتی و جمهوری شرکت فعال دارند. انامین دست انامین بچه‌های شمسی شاهین ناحیه امن‌آباد انامین پهلوانای از وزن 80 بالا علاقه میدانداری میکنند. رمضان از دهه دلالو با محمد از دهه غش میگه خواه وضو میکنه. مرحمت. دستی آخری رمی کودکو، دستی آخریشون. وزیر بعد یعنی همین دست یعنی مهمونو رو هم میدونم. وزیر عبدالحمید دستی آخریشون بعد مهمونو یک میدان داری کنن. هممون میمونیم. هممون دست آخرین سرحد پهلوان از دهه جوزداره
انورشاه از شهر دوشنبه بین هر پهلوانان یک کمپلکت کاری کلان باز ایلوه میکنیم. پهلوانان مرحمت. حاضرین گرامی، در اینجا پهلوان منظر مومن‌آباد و زبیرجان پهلوان با کمربندی سفید از شهر کلاب، جمعخان از ناحیه دوستی بین هر دو پهلوانان یک کمپلکت کاری کلان یک کرتا باز ایلوه میکنیم در بالای سالما. Abdülhamid Karak puyum. یک توفه دیگه ایلوه، یک دردناک دیگه ایلوه بالای همین توفه ده. یک دردناک در میدان پیرو پهلوان، بهترین پهلوان و جایزه‌دار پیرو پهلوان. دست آخری شد. اون از ناحیه مومن‌آباد مرحمت در وزن خوش کسی که خدشی میگیره مرحمت فاروق. محمد پهلوان از ناحیه مومن‌آباد دهه سرکاران همه میشناسش. مرحمت. آفرین. انور پهلوان رقیب خدا حلال زد. عبدالحمید امور عبدالله بگیرن. بازی انور پهلوان در میدان، پیرو در میدان. مرحمت. کسی که خدشی بگیره در میدان با یک پالو بسیار حرکت های اولی جناب. آن از شهر دوشنبه سیراج پهلوان دهه جوزداره ناحیه مومن‌آباد بین هر دو پهلوانان یک کمپلکت کاری کلان. مرحمت. خواهش میکنم میمونا خواهش میکنیم میمونا مالیسا
آفرین. پهلوان شهر دوشنبه رقیب خود را با یک پهلو حلال زد. آفرین آفرین. با کمربند کبود از دهه غش فاروق پهلوان ناحیه قمسنگیر بین هر دو پهلوانو یک کمپلکت کاری کلان، یک پای افضل و یک نباری ایلوگی. مرحمت. حاضرین گرامی، دوستداران گوشتنی میلی، مهمانان و حاضرین گرامی، در چهاربینی امروزه رئیس ناحیه مومن‌آباد محترم امیر شاهزاده طاهرخان تیمور شرکت دارند و مهمان گرامی را برای تشریف آوردنشان به چهاربینی امروزه خوش آمدید میگوییم. آفرین آفرین. بسیار حرکت های خوب. بسیار آفرین. پهلوانی خوش اکای اسکندر اکای محمد شریف خوش به چهارم پهلوان با کمربند کبود از دهه غش سمریدین دهه غفل‌آباد با کمربند کبود بین هر دو پهلوانو یک کمپلکت کاری کلان باز رفتی گوشتگیری شدن ایلوه میکنیم. مرحمت. آفرین. میدانداری میکنن. مرحمت. حاضرین گرامی، محمد پهلوان و فاروق پهلوان همه شما پهلوان‌ها را میشناسید. بسیار مهارت خوب نشان دادند و در مسابقه‌های سطح جمهوری و بین‌المللی شرکت می‌ورزند. به هر دو پهلوان برار می‌خواهیم. بین هر دو پهلوان‌ها یک عدد پالین کاری کلان. مرحمت. باز ایلوه کرده می‌شود از نام رئیس ناحیه یک عدد پالین کاری کلان. مرحمت. میدانداری کنید. مرحمت. پهلوانانی که از دور نزدیک اومدن. مرحمت. بچه‌ها حلال حرام نمیش داوری میدان میگه یگان چریک نکنین وقوان آوردورین. بچه‌ها نمیگم میرانی پهلوان ایده های فروزا آمدگی میگم من گوشتین میگیره. مرحمت با میدان بگوه بیا با خاموشی رعایت. بچه‌ها کسی گوشتینگیره میدان ببرویا. ما کتی میگیریم ما کچو میگیریم ایتاری نمیشم. مرحمت میدان دا بیا بار دا بشینه. با بهترین توفه ها وارد میدان گشته است و در اینجا شرکت دارند و بهترین پهلوانان از نام رئیس ناحیه توفه ها آماده کرده شده است و سپرده می شود. آفرین. خوش آمدید بار دیگر محترم رئیس. فاروق پهلوان با محمد جان پهلوان قوازمایی کرده ایستادند. در برابر یک عدد قالینی که اعلان کردیم
باز یک عدد کامپلکت ایلوه کرده شد و یک عدد میزی درزمالکنی هم ایلوه کرده شد در بالای اون پولین. یک عدد کامپلکت شهرش ماشنا میکنی شنبه دومی شنبه در خدش بدون فاروق هیچ ماشنا میکنه دیده خواهش میکنیم که رقیب بازی گرامی در داخل میدان پیرو پهلوان جایزه‌دار مسابقه‌های سطحی بین‌المللی از ناحیه مومن‌آباد جماعت دیهاتی بلخابی شرکت دارند. اینجوری پهلوانان از شهر کلوب ناحیه بالجوان شرکت دارند. مرحمت کسی که قدش میگیره مرحمت دارند. کسی که قدش میگیره وظیفه مرحمت محمد جان پهلوان از دهه غش یک غالبیت دارد. کسی که قدش میگیرد در پهلوی من از طرف دست راست نشسته است. رقیب شیوم رمضان با کمربند کبود دهه مومندیان بین هر دو پهلوانان یک عدد پولین مرحمت. بعد این پهلوان ناحیه دوستی ناحیه خاموشی را رعایت کنید. خواهش میکنیم. آفرین محمد جان. یک دقیقه دون جمعخان پهلوان با کمربند کبود ناحیه دوستی و شاهروخ از شهر کلوب بین هر دو پهلوانان یک عدد پولین باز ایلوه کرده میشود. یک عدد پولین آفرین به صاحبکاران دهه غش حاجی و رحمت و دیگران که در این چوربینی ما سهمگذاری کردند. ما می‌نداریم. حاضرین گرامی همین سلودین میگه قطعی محمد جان توازمانی میکنه. مرحمت سلودین قطعی محمد اشتراکی بازی‌های جمهوریوی و بین‌المللی مرحمت در میدان است. مرحمت کسی که قدش میگیره تیاره. معروف پهلوان مخلصون معروف که در میدان داوری کنند. مرحمت معروف باید
آفرین. به اجازه نبروینه هیچ کس میدان رقیب خود رو حلال زد. آفرین. کرم دهی غش همچنان دهی کچما بین پالوانو یک کمپلکت کوری کلان 70 بولوش که تموم حالا او پالوانی که وزیر پالوانی بالجونی را نویه دوستی را هوا اوزاد نزد ما بیا. آفرین بسیار میدانداری خوب کرد از نام رئیس نویه 100 تومان دیگه توفه. آفرین مرحمت. آفرین وزنی از 70 کیلو بالا. مرحمت. حاضرین گرامی در میدان بهرام پهلوان از جماعت دیوتی بالخوبی نوحیه نامی پایتخت 2019 که بخشیده به جشن نوروز دایر گردید با گرفتن جایزه مرحمت. محمد جان رقیب نگاه داره. محمد جان دست آخرین یوسف پهلوان در پهلوی ما مرحمت. 3 اولیمپیاد داره. چهارم شنبه میزنم بعد میبرم این میدان. محمد در پهلوی من است که 2 اولیمپیاد دارد. کس صوفی و بهرام با محمد شریف نویه فرخور تیار شوند. بعد همین محمد جان باز آزمایی میکنه. مرحمت. بهرام تیار شوند. بهرام با پهلوان فرخوری
Şaban Al-Khazmuni bayardı palavunu ya kadar komplekt kor kalon. Ya kurtay diye ilova, ya kurtay sensori Türkiye. Maramat. Barom. Rakip tayyoray. Bad yan amin dast şmo. Akay Said. Bad yan palavunu Barom palavun. Tobi Nohiye Muminobad. محمد شریف و کمربندی سفید از شهر نویه فرخور بین هر دو پهلوانو یک عدد کامپلکتی خوراکپزی و یک چوری سرکه بزی انگوری مرحمت شورخ پهلوان در پالوی من انتظار است رقیب شد یک غالبیت دارد hayra yoktu rakipte. Bazı yanımı daha sayıyor şey. Muhammed Özbadim'e girer. در پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند برداشته ایستادند و امروز در ناحیه مومن‌آباد میدانداری میکنند. حاضرین گرامی چهاربینی امروز در اساس نقشه چهاربینی های مقامات اجرایی حاکم دولتی ناحیه در موافقت با مقامات اجرایی برای سهمگذاری و تشکیل چنین چهاربینی و مردم سربلند دهه غش عرض سپاس و میناداری بیان میکنیم و تصمیم گرفته است مردم دهه غش که باز در برابر تشکیل چنین چهاربینی ها در کارهای ساختمانی، در کارهای آبادانی، در کارهای بنیادکاری دهه نیز سهم ارزنده خود را میگذاریم. آفرین.
بسیار 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 با آرام رقیب خود را بسیار با یک پیرو ناحیه مومن‌آباد و پیرو پهلوان جماعت دیوتی بالخوبی ناحیه مومن‌آباد آزمایی میکنم بین هر دو پهلوانا یک عدد چنگکشک کاری کلان استحصال جمهوری خلقی خیتای و یک عدد کمپلکت دیگر در بالا باز گوشتنی خوب بگیرن ایلوه میکنیم. ماما جون بعدی دست تیار شوید. دوره نمیمونن دیگه. ببرو اینه میدون تمام. بچه ها سطور پهلوان شیرالی را کوچما طرف کدگی های گوشتینی کوچما هر دیش گوشتین گرفتگیان این میدون در من همه شیرالی بیو برادره یک تکلیف میکنم یگون کس یگون آدم نیاره بگم من قطعی نمی میگیرم شما پهلوان زاده این باید نام خود پهلوان را در برابر دیگر مسئله های اجتماعی تان تامین کنین و فهمیدین پهلوان دهه دهلالا بین پهلوانا یک بزی تاجیکی فقط از شما تماشابینان عزیز احترامانه خواهش میکنم که به خاطر همه پهلوانان فقط خرسک زنین چون که برادران اینا در همینجا تماشا بینن مخلصان اینا آمدگی هم برای همین یکدیگر را دستگیری کنین دستگیری فقط دستگیری بر دیار من بهار جامعصب باز چون پیک جوانی میرسد بلبلان را باز در باغ چمن روزهای نغمه خوانی میرسد هر دو پهلوان آدم بسیار استونهای پهلوان را استفاده میکنند وله آفرین بسیار اصول فقط داوری میدان و در واخری های پیشتر هم گفته بودم که ما تقدیر دو نفر به داور و داور را به خداوند نسپاریم بسیار فعال آفرین انا همین جوانان هستن که آب اعتبار جمهوری تاجیکستان را در میدانهای بین المللی و به خاطر پرچم ملت میدان بسیار ببینین همه تان داورم ما داوری اندرمیان یا با آتش مشکل است
در بین دو آدم داوری کردن با هر کس هم میسر نمی شود. همین داورو هم خداوند داور کرده است. جوابگری بسیار بسیار مشکل است. یا بسیار عجیب، بسیار. پدرشون در اینجا ششتگی باشه افتخار میکنه، برادر ششتگی باشه افتخار میکنه که انا همه پسر خودشون میرفتن میگفتن که من اومدم که انا همین سرحد جمهوری تاجیکستان امروز با دشمن از حمایت کنم. من اختیاری با دعوت میروم. اما بعد میشد ملت سربلند، اما بعد میشد ملت آب و تاب یافته، اما بعد ما افتخار میکردیم که امروز در میدان. آفرین، بسیار 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 چابک دستی ناحیه مومن آباد تصمیم گرفته است که بعد انجام موفقانه دعوت در ناحیه مومن آباد و کارهای سازندگی و بنیادکاری با مناسبت روز وحدت ملی یک گشتین ملی تاجیکی مایلاش تایی کبود دهی غافل آباد. خب پهلوان دیگر از دهه غش، سلطان پهلوان دهه غش. آفرین. بین هر دو پهلوان یک کامپلکت مانتو پزی و انشالله بگه مادر رو برای تو مانتو میکنه در همون اگر گشتین خوب بگیری. یا دمگیری برو مابده نه؟ بله و با خاطر همون اقدام رئیس ناحیه و اون خواسته هایی که رئیس ناحیه برای مردم مومن آباد پیشنهاد کرد با فکرم دستگیری می‌یابند. آفرین. ما در متحده میتوانیم آباد کنیم، میتوانیم بازی های ورزشی ملی من وسعت دهیم، ما میتوانیم آب و ننگ مردم ناحیه مومن آباد را بلندی های از این هم وزنینتر در ناحیه مومن آباد با تینجی امانه سرجمعی متحده برپا کرده شوند و مردم دیگر شهر ناحیه و ناحیه مومن آباد بیایند و برای این مردم فقط و فقط رحمت بیایند. حاضر یا بفرم از میدان تیار کنید مایلی چرا نیست همه خیلی با خد قومت چرا اعلان کردن ممکن نبوده است کی؟ امین جان پهلوان از شهر کولاف انا مرحمت در میدان از کس خواهش دارم بیا کسی به امین جان خواهش قوا آزمایی کردن داشته باشد مرحمت بیاید. مرحمت پهلوان غشه حریف چه حلال زد. مرحمت دسته که برای مردم دهه فاروق پهلوان با یکته کبود دهه هنتراش. شاهروخ پهلوان شهر کولاف هر دشان مایل کولاف یه بینی رو اعلان شدگی است.
بین هر دو پهلوان چیه؟ بین هر دو پهلوان یک قالین یک کرتب بود کشتیشون رو میبینند که علاقه اینو یک تایی غلبه دارن. بختاور پهلوان از دهه فروزآباد ناحیه مومن آباد، کسی که هر دو پهلوان هم پهلوان‌های ورزیدند، هر دو پهلوان هم پهلوانی شناختند، هر دو پهلوان هم پهلوانی هستند که گشتی ملی تاجیکی را در سطح تاجیکیش میگیرند. به یگان گشتین ملی تاجیکی چند در کاره در گشتین تاجیکی این وقت ندارد که وقت نگاه کنه که 3 دقیقه بود میشود با یک امتیاز غالب میشوه. انا همه خیلی حرکت میکنی. حرکت کنین، حرکت کنین، حرکت کنین. همین پهلوان شناخته مومن آبادی در اکثریت چهاربینی های سطح جمهوری از نام مردم مومن آباد یعنی از نام شما برادران عزیز برآمد میکند. داور یک بار دیگر ببین اگر که همه خیلی این مردم مخلص آمده که گشتین فعال تماشا کنه. فعال دهی لالا میدان خودی کنین. با یکی کبود علمشاه پهلوان مرکز ناحیه مومن آباد شهرک مومن آباد بین هر دو پهلوان بیا بین هر دوش یک قالین باز نبینند دوام گشتینه آزه ناحیه مومن آباد با پهلوانان ورزیده خود در گذشته و امروز هم مشهور است. یکدیگر را خود میشناختند. امروز در میدان یکی از پهلوانان شناخته ناحیه مومن آباد بسیار حرکتی زیبا ولی تا به آخر انجام رسانده نشد. قربان پیرمزرف با افتخار یک خرسک و قربان با همون تخلص اواره میشناسند در سطح جمهوری. قربان اواره آفرین اگر قربان مایلش این پهلوان دیگر جایی نیست. همه پرت ملت به همه نسل وابستگی دارند. نسلی که امروز در میدان است. اگر قربان کیف میکنی ها
در کوچه در شهر در ناحیه یکدیگر را دیدن افتخار کنین که ما در میدان همین مایله سلولای پهلوان هم شوی فورا در ناحیه مومن آباد و منطقه کولوب همه میدونند. خدا همین خسرومون دعوت نکردستیم که وای بیاد گوشتین بگیرد و بیاد داوری کنند، برای که داوری سطح جمهوریوی هستند. کس بانی جناب یک تای سفید کمربندی سیاه شهرک مومن آباد شیرالی پهلوان با کمربندی کبود از دهه کلچشمت جماعت نورعلی شاه نظرов. من یارد پهلوان حاضر فکر میکنن که چیزی از همه خوب شد درزمال کنی و بعد یک دست ایلوه می شود. بعد یک دست پهلوان های بسیار حرکتی نه بیرون از میدان نگیریم، بیرون از میدان خیلی اگر گوشتینی فعال بگیرم باز ایلوه می شود. آفرین. پهلوان شهر کولوب خواهش دارد کسی که مرمت بیاید، یگان نفر بیاید بیا. بسیار بهرام مرمت بهرام صوفیوف اگر یگان کس خطیش گرفتنی باشد مرمت بیاید. بهرام صوفیوف ناحیه مومن آباد بسیار هر دشم پهلوانای ارزنده با یکدیگر در میدان در دست اول درخش خجانه نشان دادن. برای همین هر بسیار بیشک گمان مبر که خواهش شاید که پلنگ خفته باشد. انا همه خط پلنگاش ترچنگا برای گوشتین ملی یک کمپلکس دیگه بالاش ایلوه. آفرین هر دم Kışleli, bir bata. کرام پهلوان اگر در همین میدان باشه بیا یک خرسک
یک خرسک دیگه شاید یکون چیز آفرین آفرین غنیم مرحمت یک گشتگی تاجیکی پاول نشان بدین آن مردم یک راحت کنن ایراج بخه آکن نه کاوگالین دههای غش یا خرسک بزنه نخلن همه هم دههای خطونه یا نمشنوسینش با اینشون یک خونیم اینا برین تیار شین تیار شین هر بی امیرا تیار کنین وزیر وزیر باید پیرا باید پیرا بین امیر هر بی امیر زبیر پهلوان شهر کلوب مرحمت کسی قتیش گرفتنی باشه بیاید نبشناسینش مرحمت کسی که خواهش گرفتن داشته باشد مرحمت بیا یک دست دیگر ناحیه فرخار
فاروق پهلوان یک چند غلبه دارد ناحیه مومین آباد. بین هر دو پهلوان یک بعضا ماهواره نبار کرتب باز یکا چیزی گل بابا می شود. فاروق پهلوان یک دو تا غلبه زیادتر دارد و ایرج پهلوان حریفی او نام وارد میدان شده است. بهرام پهلوان حریف نوبتی خودش پیدا کرد و تیارشان کنین. هر دیشه تیار کنین. ایرج پهلوان و فاروق پهلوان. ایرج ناحیه فرخار و فاروق ناحیه مومین آباد. یک خرسک به افتخارشان. آفرین. از ناحیه فرخار به خاطر گوشتین ملی تاجیکی خسته ناحیه مومین آباد بیایی. این شم با من بسیار حرکتی آمین. آدمی با دستگیری، آدمی با سهم گذاشتن، آدمی با دست یکدیگر را گرفتن آدم است و امروز برای معرکه آفرین حلالش سیف الله پهلوان جهه سرکاران. بختیار دهه غش. امیر جان پهلوان ناحیه به نام شمسدین شاهین. خوش آمدین. اگر همونجا باشه فهمتم نکنید. کم رحمت بحرام اعلان کردن. آخه بیایم ایم یادم نیومد که اون بحرام سه و چهار بود چورا مرا اونا خلاون خب فاروق پهلوان ناحیه مومین آباد نزد ما بیا. فاروق پهلوان یه بهرام افکون بیایم. بهرام تیار است. بهرام بگید بحردین پهلوان ناحیه به نام شمسدین شاهین سابق شوراباد. یک
بین فرد پهلوان خب چند کشک نبار کرته با ایلاوه می شود. بابا شاه 1000 سامانی و میرزا مراد ساکنی دهه غش 5 قادم توفه کردن. آفرین به همه مردان برای دستگیریشون. آفرین منتدار خدا عزیز عمرتون زیاد کند. خدا برکت اگر خربان اخیر نمونده در دل نموند بهترین. فروخ پهلوان بیا در میدان حریف شما را انتظار های. فروخ پهلوان ناحیه مومن آباد. پهلوان حریفی عبدالله تو نزدیک بیا. تمام پهلوان در میدان است. یک چی دارم نگیره کسی میبراید. مرحمت یورا چیکن یورا ایلون که حد نمیره دست دیگه موت گیرن جو پهلوان یک غالبیت دارد با کمربند سیاه ناحیه مومن آباد بین هر دو پهلوان بین محمد جو و زبیر میزه یا میزی در ملک نیه یوکن مرحمت بارم پهلوان یکتای سرخ داشتگی در میدان علکه آگاهی دادن. آگاهی برای همه حریفتای احترام کن. این میدان های ایراج پهلوان انجاتم خیلی خواهش. ایراج پهلوان ناحیه فرخار مرحمت
کسی که قطعش خواهش گوشتین گرفتن داشته باشد برای دبرش بشیند. اوکی هیچی گم نه خدا به بولد نکنه جوگا. خیلی وزید سودیه میبرم که کیف میکنیم. امام پهلوان ناحیه واسه مرحمت برات تیار شو. قدیش کسی که میگیرد براو پهلوان با یکتای سفید شهر کولاب فاروق پهلوان یکچند غالبیت دارد ناحیه مومن آباد. هر دشم پهلوانای خوبند، هر دش پهلوانای میدان زیبی میدانند برای همه یگان و ستار پهلوان اگر باشن هر دو مخلصاتون طلب دارن که هر دو بگیرین. هم امین جان و هم فاروق هر دوشم پهلوانانی ورزیدن و به خاطرشون و از همه مهمتر به خاطر همین دوار یک قرصک بزنین. اینا آواری میگن. این ناو گرفتیستن. ناو دست خشمو معین میکنین چند دست میگیرن. ما خوندم چند کرد برای پهلوان ناحیه فرخار شاروخ پهلوان شهر کولاب بین هر دو پهلوان هر دوشم پهلوان خوب آمد از ناحیه فرخار به خاطر یک چند کشک یک نبار یک کرتای بازی لوا می شود. خودین یک امین جان و فاروق شهر کولاب ناحیه مومن آباد در خودین رقم 2 ایرج پهلوان ناحیه فرخار و شاروخ پهلوان شهر کولاب احترام کنین. نمیدونم یک بار دیگر به دقت مردم تماشابین میرسانم که مردم با دستگیری با متحدین با یکدیگر یاردم کردن و آباد و پیروز میشوند و مردم دهه غش بسیار مردم همت بلند مردم و مهمش از همه که سنت های ملی را به نهایت احترام میکنند. به خاطر همین گوشتین حاجی یار احمد 2 قالین فرستاده است. بابا شاه 1000 سامان روان کرده است و میرزا مراد بچه بابای استا قادر 5 قالین روان کرده است. کاش در دیگر معرکه ها مردم ناحیه مومن آباد برای رهسازی هم خیلی دست سخاوت می داشتند. برای بنیاد مثلا ورزشگاه ها هم خیلی اقدام می گرفتند و ما می گفتیم که همه شروبات
ناحیه بلجوان فیروز پهلوان با یک تای کبود. فیروز پهلوان ناحیه بلجوان و ناحیه شوراباد شمسی شد. یک بین هر دو پهلوان یک شین و کاستیوم و بازی لوا می شود. و خواهش کسی را بارم خاطیه بارم خاطی خاطی بارم فاروق پهلوان با یک تای سرخ شهر کولوب نه به حریف خچه انتظار های شما را دعوت کردن در کم بختاور دهه فروزآور بین هر دو پهلوان یک نبود بود بعد لوا می شود. سید علی حمدانی صلاح‌الدین پهلوان یک چهره شناخته پهلوانان ناحیه مومن آباد بین هر دو پهلوانا صلاح‌الدین با یک تای سفید سالهای گذشته بسیار گوشتین خوب میگرفتن این سال نمیدانم که بین هر دو پهلوان یک قالین همه اکای خرمان امیورا از روی خداوند خودی خوبی با خدی پاری این بعد امیو با آرام تیار شود بعد امیو با آرام تیار شود نمی دست نگیرن ایراد یک خودی بیاد دارن یک مساوی همه صلاح‌الدین سالهای پیش بسیار گوشتنی بزرگ میگرفت گوشتنی زیبا چابک بود در میدان بسیار چابک بود نمیدونم اکن سین سال تاثیر کرده است چی و خدا به اقبالشان نکند هر دشان پهلوان خوبند بهرام آماده شود بختاور یک چند قاضیبیت دارد در میدان است کسی که قچش گرفتن میخواه میگه که میگیرم آفرین بختاور برای آیو طرف تیار شد بختاور هم بیاوین یکم و تماشابینان ارجمند دو دستی بسیار موافق و مناسبند در میدان داورا داوری کنند و
بابر بختوار ابراز به نام امام پهلوان ناحیه واسه گذاشته شده است. مرحمت امام در میدان است. بروین برون فریدون پهلوان با یک تای سفید کمربندی سیاه دهه غش و بهرام پهلوان با یک تای کبود کمربندی سیاه ناحیه مومنان